سلام دوستان، امروز میخوام در مورد تست فالت لوکیتور رله دیستنس صحبت کنیم. یه رله P443 داریم، میخوایم فالت لوکیتورش رو با دستگاه وب کد تست کنیم. خب مرحله اول میریم توی تنظیمات رله و این مشخصات خط رو چک میکنیم. مشخص خط الان طول خطمون 31 کیلومتره، امپدانس خطمون هم 7.86 اومه. خب این مشخصات ایکس رو از این رله میگیریم، توی وبکو وارد میکنیم، این اطلاعات رو چک میکنیم ببینیم توی ایکس رو صحیح وارد شده توی رله یا نه. خب میایم توی این قسمت تست آبجکت توی دیستانس، این قسمت میبینیم که مشخصات خطمون صحیح وارد شده برای فالت لوکیتور. خب اینو اوکی میکنیم، اینجا این پنجره اوکی میکنیم. در اینجا ما میخوایم دو نقطه بدیم، نقطه 100% خط رو من اینجا فالت تایپ من رو فاز در نظر میگیرم، یه نقطه توی 100% خط در نظر میگیرم، یکی هم توی 50% خط. این دو تا نقطه اد میکنم اینجا. خب نقطه اولمون تو 100% راست کلیک میکنم، اپلای تست میکنم. خب اینجا توی زون 2 عملکرد داشته، تایمش هم تقریبا 400 میلی ثانیه است. اینجا چیزی که مد نظرم هست فالت لوکیشنی است که خود دستگاه محاسبه کرده و اینجا به ما داده. طبق جریان ولتاژی که داره تزریق میکنه دستگاه به رله، توی فاصله محاسبه کرده، توی فاصله 37 کیلومتری عملکرد داشته. اینو میایم چک میکنیم توی رله، ببینیم که رله چه کیلومتری رو ثبت کرده. وارد رله میشیم، توی قسمت ایونتشو میخونیم، اکسترا ایونت رو میزنیم. خب اینجا داره اطلاعات رو میخونه. خب اینجا چون این بازی زمانی خیلی زیادی طول میکشه تا این ایونت های رله رو بخونه، تا اینجا کافیه. اینو کنسلش میکنم. خب اینجا یه فایل برام میسازه، اینو بازش میکنم. توی قسمت فالت ریکوردر میبینیم که توی فاصله 37 کیلومتری این عملکرد رله داشته و ثبت کرد 37 و 78. اینو توی این قسمت ذخیره میکنیم. توی این آخر اینجا یه فالت یوزر کامنتی داریم، اینجا میزنیم فالت لوکیتور مساوی 38 و 7 کیلومتر. نقطه بعدی هم به همین شکل اپلایش میکنیم و اینم به ما میگه که تو فاصله 18 کیلومتری بوده این فالت. اینم میکنیم، اضافه میکنیم تو تستیتمون. اینجا هم کافیه که ایونت بزنیم، ارور رو میکنیم. خب کلاس. خب این ایونت هم بازش میکنیم، فالت ریکوردر تو 18 و 88 کیلومتر، 880 متر. خب اینم اینجا اضافهش میکنیم، اینو کپی میکنیم، اینجا پیستش میکنیم، اینجا میگیم که 18 و 800 کیلومتر. این میشه طریقه فالت لوکیتور رله تست کردن. ممنون از شما.